یکی از بازیافت‌های جالبی که در اکسپوزیسیای استورخانه ملی به نمایش گذاشته شده است، قالب چوبی چیتگری میباشد. چیتگری یکی از هنرهای قدیمی تاجیکان به شمار رفته تا امروز میان خلق رایج است. چیتگران اساساً متاع سفید را گرفته در بالای آن با استفاده از رنگ‌های سرخ، سیاه، زرد توسط قالب‌های چوبی نقش می‌پرتایند. نقش‌ها در متاع نمودهای گوناگون داشته، یکی از نمودهای معمولی آنها نقش‌های اپیگرافی میباشند که در این قالب چوبی با مهارت بلند کنده‌کاری شده است. نقش‌های اپیگرافی عادتاً ابیات از آثار بزرگان بوده مضمون و ماهیت تربیوی دارند. در قالب مذکور یک بیت شاعر بزرگ ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس عطار نیشاپوری کنده‌کاری شده است که چنین است: هر کی مهمان را بر روی تازه دید، از خدا الطافی به اندازه دید. جالبیت قالب در آن است که حرف‌ها در قالب به طور چپه کنده‌کاری شده‌اند و هنگامی که هنرمند قالب را در رنگ تر کرده بالای متاع سفید می‌گذارد، نوشتجات به طور راست و درست رویدا می‌شود. برای دیدن و از نزدیک شناس شدن با این اکسپونات نادر، مرحبا به استورخانه ملی.